مشق‌های جسمانی پس از ضوابط کنسرواتیوی و فیزیوتراپیستی برای برقرار شوی و تکرار نشدن گریژ دیسک حتمی می باشند. آنها به مستحکم نمودن موشک‌های بین مهروی و پرقوت نمودن سطوح مهره خدمت می کنند. این مشق‌ها را در کانال ما می توانید پای در پای تماشا نمایید. درس یکم، دستور اوید به پوزه ماندوکاسانا. 6 اجرای اساسی: یکم آغاز، دوم پهن کردن زانوها، سوم موافقت، چهارم پس کردن بدن، پنجم جایگیری کاس، ششم نفس کشی. از چی باید آغاز کرد؟ از حالتی به زانو نشستن آغاز کنید. شما می توانید زیر زانوهایتان بالشت یا کورپچه قفس گذارید تا راحت باشید. دوم پهن کردن زانوها. زانوهای خود را آهسته به پهلوها به قدر امکان پهن کنید. سوم باوری حاصل کنید که زانوها و تقاعدهای شما در یک خط قرار دارند. چهارم بدن را آهسته پس و به آرنج‌های خود تکیه کنید. پنجم کوشش کنید که کاست شما در یک خط باشد. و ششم بعد از این حالت نفس‌های چقور و آرام گیرید. کوشش کنید که هنگام نفس کشی شدت را رها کنید. تکرار این مشق از 30 ثانیه تا 1 دقیقه بوده و بعدا می توانید آن را از 2 تا 5 دقیقه تکرار نمایید. فایده های آن: گشادن عمیق خاص بر آنها، بلند برداشتن چندیری، رفع شدت، بهتر کردن گردش خون و آرام کننده. مصلحت مهم: به بدن خود گوش دهید. برای راحت و دستگیری شما می توانید این مشق خیلی. مشق دوم آغاز. پایها و دستهای خود را راست و با هم نزدیک نگاه دارید. هنگام نفس کشی آهسته آهسته سر، سینه، دستها و پایهای خود را بردارید. موشک‌های پشت، رانها و کاس را به کار اندازید. برگشتن: هنگام نفس کشی آهسته آهسته به حالت اوله برگردید. از 15 تا 30 ثانیه این مشق را 2-3 مرتبه تکرار نمایید. مشق سوم، پایهای خود را راست به دیوار بردارید تا بدنتان با دیوار کنج 90 درجه سازد. دستهایتان را به پهلوها آرام گذارید. این پاز را از 5 تا 15 دقیقه نگاه داشتن ممکن است، وابسته به براحتی شما، و تکرار آن 2-3 مرتبه در یک روز بسنده است. مشق چهارم، به پشت خواب روید. زانوهایتان را خم کرده پایهایتان را به فرش گذارید. پایها باید به پهنای کتف گشاده باشند. دستهایتان در پهلوی بدن با کف دستها به پایان گذارید. هنگام نفس کشی کاس خود را آهسته از فرش بالا بردارید. کوشش کنید که قفس سینه‌تان را به سوی منح بالا بردارید. شما می توانید دستهایتان را در زیر پشت پیوست کنید یا در فرش نگه دارید. در این مشق از 30 ثانیه تا 1 دقیقه بمانید. مشق پنجم، روی شکم خواب روید و رویتان را به فرش نگرانید. دستهایتان را در پهلوی بدن گذارید. پایهایتان را راست نگاه دارید و به هم نزدیک کنید. با نفس کشی سر، قفس سینه و کتفهایتان را آهسته از فرش بالا بردارید. دقت را به استفاده موشک‌های پشت روانه کنید. برای 1 لحظه در نقطه بلندترین بمانید و موشک‌های پشت را فشار دهید. آهسته به حالت اوله برگردید. این را از 8 تا 12 مرتبه تکرار نمایید. مشق ششم، در کنار کرسی مستحکم نشینید. دستهای خود را به قفای کرسی گذارید. خود را به پیش خم کنید. در مدت 20-30 ثانیه کشش موشک‌های تمام سطوح مهره و موشک‌های کتف را حس نمایید. در این مدت چقور و آرام نفس گیرید. این مشق را در دوام 20-30 ثانیه 4-5 مرتبه تکرار نمایید.